سلام، خیلی خوش اومدید به پادکست کتابگرد. این اولین اپیزود از فصل اول پادکست کتابگرده. اجازه بدید قبل از اینکه شروع بکنیم خود پادکست رو بگیم این اپیزود چه بخش‌هایی قراره داشته باشه. اول از همه یه توضیح کوتاه در مورد کانال بهتون میدم که در مورد چه چیزایی قراره صحبت بکنیم در آینده. بعدش یک سوال خیلی جالب که شاید شنیده باشید و کمتر همچین جوابی ازش دریافت کرده باشید و بهش میپردازیم و در نهایت هم یک کتاب کوتاه اما زیبا در مورد خود کتاب خوندن قرار معرفی کنیم. پس حتما تا آخر این اپیزود همراه من باشید. خب، پادکست کتابگرد از اسمش یکم معلومه میخوایم چی کار کنیم و مثل همون جهانگرده، ولی به جای اینکه دنیا رو بگردیم دنیای کتابا رو قراره بگردیم. توی این اپیزودا یه وقتایی مستقیم میریم سراغ یه کتاب خاص مثل همین اپیزود و اون رو معرفی میکنیم. توی فصلهای بعدی قرار مهمون داشته باشیم و نه در مورد یه خود کتاب به صورت مستقیم، بلکه در مورد یک مفهومی که از کتاب استخراج شده ولی همچنان بر مبنای یک یا چند کتاب هست، بر مبنای اونا صحبت کنیم که واقعا قرار جذاب باشه. اما فعلا توی این اپیزود و توی این بخش قراره یک سوال خیلی مهم رو از خودمون بپرسیم. ما چطوری کتاب میخونیم؟ منظورم اینه که شاید چطوری باید کتاب بخونیم. روش خاصی داره یا اصلا نیاز داشته باشه؟ شاید اولین چیزی که به ذهنتون برسه این که چطوری کتاب بخونیم این باشه که جور خاصی لازم نیست باشه. حالا یا خوابیده میخونیم یا نشسته یا کتاب صوتی گوش میکنیم یا کتاب فیزیکی دستمونه داریم میخونیم. نه، منظورم اینا نیست. منظورم اینه با کتاب به عنوان چه چیزی برخورد میکنیم. میدونید چرا؟ چون یه وقتایی کتاب خوندن بد یا اشتباه کتاب خوندن و بد کتاب خوندن بیشتر از کتاب نخوندن میتونه با آدم صدمه بزنه که اگه اجازه بدید همین الان توضیحش میدم. بعضی وقتا کتاب رو به این دیدگاه میخونیم که داریم با یک چیزی خودمون رو مواجه میکنیم که به سرچشمه حقیقت وصله. یک گنجیه که درش رو باز میکنیم و حقایق رو ازش میکشیم بیرون و دانایی و بینش و بصیرت و همه اینای خودمون رو میبریم بالا. خیلی توصیف قشنگیه ولی به نظر درست نمیاد. این توصیف و این نگاه به کتاب خوندن شاید خیلی مخرب باشه. این نظر من نیست. نظر نویسنده کتاب در باب خواندن آقای مارسل پروست هست. آقای مارسل پروست یکی از بزرگترین نویسندگان تاریخ هستند که در قرن 19 و 20 بودن و فکر میکنم معروف ترین کتابشون یه رمان 7 جلدیه به اسم در جستجوی زمان از دست رفته که البته معروفه به این که طولانی ترین رمان تاریخ هم هست. حالا نمیدونم واقعا همینطور هست یا نه، ولی خب به این اسم معروفه. کتاب‌های دیگه هم دارن ایشون، ولی شاید بعد از در جستجوی زمان از دست رفته همین در باب خواندن معروف ترینشون باشه. این نسخه‌ای که دست من هست رو نشر مرکز چاپ کرده و آقای بنیامین مرادی هم ترجمهش کردن. همونطوری که از اسم کتاب پیداست، توی این کتاب قراره در مورد خود کتاب خوندن صحبت بشه. در مورد خود کتاب خوندن، توصیفاتی نزدیک به اون و البته یه نکته و تلنگر مهم در مورد همین که چطوری کتاب بخونیم. واقعیتش بخوام ساختار کتاب رو بگم، یک بخش زیادیش توصیفاته. شاید نصف اولش فقط توصیفات باشه. از چی؟ از یک مواجهه و تجربه درخور بودن با کتاب و اینکه چه تجربه‌ای داره یک کسی که روز و شبش با کتاب یا خیلی به کتاب علاقه داره. واقعا هم توصیفات قشنگی هستا. حالا شاید اگر کتابخونه حرفه‌ای نباشید خیلی حس جالبی بهتون دست نده و درکش نکنید. من خودم هم همینطور بودم، اما واقعا توصیفات زیبایی داره.
حالا برای مثال یک بخش کوتاهی از توصیفاتش رو براتون میخونم، بعدش میریم سراغ اصل مطلب. همون فصل اولش میشه، اسمش هم هست در باب خواندن. شاید تنها روزهایی از ایام کودکی که آنها را تمام و کمال زیسته ایم همانهایی باشند که به گمانمان هدر داده ایم. روزهایی که با کتابی دلخواه سپری کرده ایم. تمام آنچه از قرار معلوم روزهای کودکی دیگران را پر می کرد، ما آنها را مانعی مبتذل در برابر لذتی متعالی می دیدیم و پس می زدیم. بازی که دوستی وقتی به بهترین بخش کتاب رسیده بودیم ما را به آن می خواند. زنبور یا نور مزاحم آفتاب که مجبورمان می کرد چشم از کتاب برگیریم یا جایمان را عوض کنیم. خوراکی های عصرانه که مجبورمان کرده بودند با خود برداریم، اما در کنارمان دست نخورده روی نیمکت رهایشان می کردیم. آنگاه که خورشید در آسمان کبود بالای سرمان بیرمق‌تر می شد، شامی که بابتش بایست به خانه برمیگشتیم و در اثنای آن تنها فکر و ذکرمان گریختن به طبقه بالا به محض تمام شدن شام و تمام کردن بخش باقی مانده کتاب بود، تمام اینها که کتاب خواندن قاعدتاً سبب میشد جز مزاحمت تعبیرشان نکنیم. حالا در ادامه توصیفات خیلی طولانی داره که واقعا لذت بخشم از خوندن بهشون، اما حدود 15-20 صفحه وسط کتاب، تقریبا از صفحه 50 خورده‌ای تا 70 خورده‌ای به بعد، کلاً کتاب کوتاهی هم هست، 112-13 صفحه است. این 15-20 صفحه اصل و جانمایه کتابه که شاید اگه فقط این قسمتشو بخونید کافی باشه. داره میگه کتاب چه جایگاهی و چه خاصیتی داره. توی 3 بخش اول میخونم از روش، بعد هم یه مقداری توضیحش میدم بهتون. و به راستی یکی از ویژگی‌های مهم و شگرف کتاب‌های خوب که درک نقش بنیادین و همزمان محدود خواندن در حیات فکری ما را میسر می‌کند همین است. فرجام‌ها برای نویسنده و برانگیزش‌ها برای خواننده. به درستی احساس می‌کنیم که دانایی ما جایی آغاز می‌شود که دانایی نویسنده به پایان می‌رسد و می‌خواهیم پاسخ‌ها را در اختیارمان بگذارد، حالان که از او فقط برمی‌آید میل و خواست‌های ما را بیدار کند. واقعا نکته خیلی جالبیه. فرق کتاب خوندن با گفتگو کردن با یه شخصی چیه؟ نمیخوام بگم گفتگو کردن بده، دارم فقط مقایسه میکنم و خاصیتاشو میگم. وقتی داریم در مورد یک موضوعی با یک شخصی بحث یا صحبت میکنیم، رفت و آمد معمولا خیلی زیاده و به محض این که شما یک جمله میگید، نهایتا با چند ثانیه تأخیر طرف مقابل بازخوردش یا نظر موافق یا مخالفش رو در اون زمینه میده. حالا این نظرات از کجا میان؟ حالا نظراتی که قبلا یا مطالعه شدن یا خودشون فکر کردن به نتیجه رسیدن و چیزهای دیگه. خلاصش چیه؟ خیلی شما فکر نمی کنید وسط بحث و صحبت. فکر میکنید خیلی اصلا نمیتونید فکر کنید چون زمانی ندارید. یه شخصی به شما یک جمله‌ای رو میگه، لازم نیست حتما بحث دعوایی باشه، جمله عادی. شما اون لحظه با توجه به حالا شرایط خاصی که اونجا داره و خودتون دارید یه جوابی بهش میدید. دیگه وقتی نمیمونه شما در مورد چیزی فکر کنید. شاید بعد بحثتون بگید آها راستی یه نکته رفیقم گفت به نظرم جالب بود، یا مثلا شما رو به فکر فرو ببره بعد از صحبت و گفتگو، که این خودش یکی از خاصیت‌های خوب گفتگو هست. اما اون لحظه دیگه این خبر نیست. حالا کتاب چطوریه؟ یه نویسنده‌ای داره با شما حرف میزنه، اما خودش که نیست مثلا دفاع کنه از صحبتاش یا جواب شما رو بده. دانایی نویسنده به محض پایان یافتن کتاب تموم میشه. دیگه نویسنده تموم شد رفت، ما متنشو فقط داریم. وقتی کتاب تموم میشه، اون وقت که کتاب تموم میشه یا یک بخشی از کتاب تموم میشه، در واقع بخشیه که تازه شما داناییتون شروع میشه. جاییه که تازه با یک اطلاعاتی مواجه شدید که وقتشه که بشینید در موردش فکر کنید. لازم هم نیست حتما یک زمان خاصی رو اختصاص بدید و بشینید یک گوشه که در موردش فکر کنید. نه، همین که کتابو میخونید خود به خود به فکر فرو میرید و باعث میشه که در تنهایی خودتون، در خلوت خودتون به یک سری موضوعات فکر کنید که خیلی وقتا اصلا باعث میشه خودتون
از دیدگاه‌های خودتون خبردار بشید. خیلی وقتا خودتون شاید ندونید نظر دقیقتون چیه در مورد یک موضوعی، ولی در موردش که فکر بکنید تردیدها یا ابهاماتتون یا حتی یقینهاتون میاد بالا، خودتون متوجه میشید، به خودشناسی بهتری میرسید. اما این تمام ماجرا نیست. یک جای دیگه که خیلی مهمه این نیست که فقط شما کتاب رو بخونید و تموم کنید و یک فکری در موردش بکنید. خیلی وقتا این اتفاق نمیفته. دلیلش چیه؟ یکی از دلایلش اینه که الان براتون میخونم. چنین است ارزش خواندن و همچنین کاستی آن. پذیرفتن آن به مثابه یک اصل در زندگی یعنی محول کردن نقشی بسیار بزرگ به چیزی که جز برانگیزش نیست. خواندن دروازه حیات فکری است. می تواند ما را به آن هدایت کند اما برسازنده آن نیست. با این حال در پاره‌ای موارد افسردگی روحی یا به عبارت بهتر برخی موارد بیمارگونه آن کتاب خواندن می تواند به نوعی اصل درمانی بدل شود و یا برانگیزش های مکرر ذهنی کاهل را برای همیشه وارد حیات فکری کند. بنابراین کتاب برای چنین شخصی همان نقشی را دارد که روان درمانگر برای برخی بیماران روان رنجور. خب یه جمله خیلی طلایی داشت اینجا. خواندن دروازه حیات فکری است. می تواند ما را به آن هدایت کند اما برسازنده آن نیست. کتاب خوندن میتونه ما رو وارد حیات فکری کنه، میتونه ذهن ما رو به کار بندازه، نباید جای فکر کردن رو ولی برای ما بگیره. بعضی اوقات توی خود کتاب همین جمله به کار برده شده، نه اینکه من بخوام از خودم بگم. بعضی اوقات به کتاب به چه اسمی نگاه میکنیم؟ به این اسم و به این عنوان که انگار یک گنجینه ای از حقیقت ها رو پیدا کردیم و باز میکنیم و هر چیزی که میخونیم به سرعت وارد ذهن ما قرار میگیره و به حس میکنیم به اطلاعات جدید دست پیدا کردیم و میریم هی کتاب بعدی که همینطور آگاهی ها رو افزایش بدیم. اما نه، اینطور نیست. همونطوری که تو این عصر فضای مجازی که هممون درگیرش هستیم و داریم زندگی میکنیم، یه جورای بمباران اطلاعاتی داریم توی هر موضوعی که پیش میاد، توی کشور خودمون، توی کشورهای دیگه، اصلا به ما دیگه اجازه نمیده فکر بکنیم. یک عالمه دیدگاه‌های مختلف و متناقض و بعضی موقع حمایت کننده از همدیگه میشنویم. انقدر این حجم اطلاعات زیاده که دیگه اصلا جایی نمونه ما فکر کنیم شاید من نظرم مثل اینا نباشه، شاید یه نظری باشه که هیچ کدوم از اینا نباشن، یا ممکنه یه نظری باشه که درست باشه ولی اینا هیچ کدوم درست نباشن. مثلا دیگه اصلا ذهن فرصت نمیکنه، نه که بگیم نمیخواد، اصلا دیگه جایی براش نمیمونه انقدر که داره با اطلاعات بمباران میشه. کتاب خوندن هم میتونه این تله رو داشته باشه. یعنی کتاب رو میخونیم که به یک گنجینه از حقیقت ها متصل بشیم. حالا ما این کتاب رو میخونیم، میریم جلو و خیلی هم حالمون خوبه که توی این ماه چند تا کتاب خوندم، سرعت کتاب خوندم رو دارم میبرم بالا و هی میرم جلوتر، غافل از این که بعد یه مدت به خودمون میایم میبینیم یه سری اطلاعاتی دارم اما گسترششون دیگه نمیتونم بدم، دیگه نمیتونم یه کسی بگه در مورد فلان چیز نظر چیه، نظری خلاف کتاب بگم. مثلا میگن نظر در مورد فلان انقلاب فرانسه چیه، یه کتاب خوندم نظرش اینه، بعد یه سوال میپرسن که حالا به نظرت فرانسه مثلا شرایطش هست که یه انقلاب دیگه داشته باشه مثلا، ولی خب دیگه من میگم نمیدونم، یا واقعا چیزی به جز نمیدونم هم نمیتونم بگم، چون فقط یه سری اطلاعات داشتم، مثل یه شاید توتی بازگو کردم اطلاعاتو چون حافظه خوبی داشتم. این اطلاعات نباید همینطوری وارد ذهن ما بشن که ما به کتاب وقتی به عنوان دریچه دانش نگاه کنیم این مشکل پیش میاد. البته بگم دیگه از اونور بوم هم نباید بیفتیم که بگیم نه پس دیگه من هر چی تو کتاب دیدم معلوم نیست درست باشه پس دیگه کتاب نخونیم و اینا. نه، این هم خطر اونوریشه. اگه با دیدگاه گارد بالا وارد کتاب خوندن بشید مشکل چی میشه؟ دیگه شما اصلا هیچ اطلاعاتی رو نمیگیرید. یک دیدگاهی اگه بگیرید که موافق ذهنتون باشه میگید احتمالاً درست قبولش میکنم، یه دیدگاهی مخالفتون باشه میگید نه معلوم نیست این چیه من قبولش نمیکنم که مثلا حتما نویسنده چرت گفته و از این چیزا. نباید
از اون ور بوم بیافتید، نباید از این ور بوم بیافتید. نه با این دیدگاه کاملا باز و بدون هیچ تفکر وارد کتاب بشید که همه اطلاعات به عنوان گنج دانش به وارد خودتون بکنید و دیگه از اون به بعد به اون عمل کنید مثلا. و نباید هم اینطوری باشه خیلی پارانوید وارد بشید، نه این نویسنده معلوم نیست چی گفته، من باید برم ببینم. البته باید برم ببینم حرف درستی، یا خیلی نمیتونم افراطیشو بگم، نه مخالف نظر منه قطعا اشتباه میگه، این میشه افراطیش. درستش چیه؟ کتابو که میخونید همینطوری قبول نکنید هرچی توش هست، باید شما فکر کنید در موردش. فکر کردن این نیست که برید مثلا سرچ بکنید ببینید گوگل چی گفته، یا برید ببینید رفیقتون چی میگه، یعنی خودتون واقعا فکرتون رو راه بندازید. کتاب به مثابه موتور حرکت فکر خیلی مفیده، فکرتون رو راه میندازه، خودشناسیتون رو میبره بالاتر، قدرت تحلیلتون میره بالا و خیلی چیزای دیگه که قبلا شنیدید و لازم نیست من دوباره بگم. حالا من کتاب میخونم و دوست دارم در موردش فکر کنم ولی چیزی به ذهنم نمیرسه، اصلا انگار ذهنم قفل شده. شما مثل منید، من هنوزم که هنوز این مشکل رو دارم و البته بهتر شده خیلی زیاد، ولی خب میخوام بگم که مشکلی نیست که فکر کنید فقط خودتون دارید. ذهن بعد از این که یه مدتی بمباران اطلاعاتی بشه و از خودش عملی نشون نده، دوچار کهولت میشه. کاهل بودن به معنی تنبل بودن، به این معنی الان منظورمه. ذهن که تنبل بشه دیگه به این راحتی ها راه نمیفته، باید یکم زور بزنید که راه بیفته. در مورد ذهن کاهل مارسل پروست یه چیزی گفته، من واقعا دوست دارم اینجاشو بخونم، خیلی واقعا زیباست. ذهن کاهل نمیتواند از تنهایی صرف چیزی عاید خود کند، زیرا قادر نیست عمل خلاقانه را به تنهایی در خود به کار اندازد. عالی ترین گفتگوها و مسررانه ترین نصیحت ها نیز ممکن نیست به کارش بیایند، زیرا نمیتوانند این فعل خلاقانه را مستقیما محقق کند. بنابراین مداخله ضرورت دارد که هرچند از جانب فرد دیگری است، اما درون ما خود را بروز میدهد. در واقع تکانه ذهنی دیگر است که ما را در دل تنهایی مییابد. ببینید همونطوری که مارسل پروست گفته، ذهن اگه کاهل باشه خود کتاب خوندن با نگاه درست میتونه براش تمرین باشه. اگر کتاب رو درست بخونیم، به این معنی که کتاب بخونیم به این معنی که یه سری اطلاعاتی قراره بهمون داده بشه، احتمال داره خیلیاش درست باشه، خیلیاش هم ممکنه مشکلاتی داشته باشه و من قراره در مورد اینا فکر کنم و بعد بپذیرم، تحلیل کنم، تفکر نقادانه روش داشته باشم و بعد این کارو بکنم. حالا اینقدر توصیفات کردم فکر نکنید که مثلا کتابو یه ساعت میخونید باید 5 ساعت روی صندلی بشینید به افق خیره بشید که این کتاب مطالبش رو بررسی کنیم فلان اینا. نه، لزوما اینطوری نیست، میتونه اینطوری هم باشه، اما همین که شما سعی به فکر کردن بکنید دیگه ذهنتون به خودی خود درگیر هست و میتونه کاملا کتاب رو تحلیل بکنه و هرچی میره جلوتر این عمل خیلی راحت‌تر براتون انجام میشه و بهتر میتونید بهش بپردازید. خیلی ممنونم که تا اینجای کار گوش کردید به این اپیزود و خوشحال میشم انتقادات، پیشنهادات، اصلا هم خجالت نکشید. اگه کیفیت صدا خیلی بده، البته سعی کردیم خیلی خوب باشه، یا اگه محتوا رو راضی نبودید ازش حتما بهمون بگید که اپیزودهای بعدی رعایتش کنیم. و اگر نظری هم دارید در مورد کتابی که دوست دارید در مورد صحبت کنیم حتما توی قسمت نظرات و کامنت ها به ما بگید. امیدوارم که از این اپیزود لذت کافی رو داشته باشید، لذت کافی رو برده باشید و تا اپیزود بعدی خدا نگهدار.